درود بینندگان عزیز. دانشگاه دولتی سمرقند به نام شراف رشیدوف یکی از والاترین مؤسسه های تعلیم عالی جمهوری به شمار رفته، عین حال در این مسکن علم و خیرات در بیش از 15 رشته تحصیل زیاده از 15,000 نفر دانشجویان تحصیل علم می کنند. با آنها نزدیک 1000 نفر پروفسور آموزگاران از فنهای گوناگون علمی و عملی سبق می دهند. در سال خالیشی نو به استقبال 65 سالگی تأسیس یابی دانشگاه در نزد این مؤسسه تعلیمی عالی دانشکده زبان و فرهنگ خلقای آسیای مرکزی تشکیل کرده شد. در سمرقند باستانی ما در بنیاد دانشگاه دولتی سمرقند یک اینستیتوت نو کشاده بودیم. این نامش که زبانها و مدنیت خلقهای آسیای مرکزی. امروز در دانشکده نوتأسیس 10 کاتدرا، 6 شعبه های تعلیمی و بخش ماجستراتور موجود بوده. جامعه پداگوژی برابر پیش بردن کارهای تحقیقاتی از فنهای مختلف سمت فیلولوژی و دانشجویان درس می‌گویند. در راه فعالیت علمی و پداگوژی آموزگاران شرایط ضروری فراهم آورده شده است. با دانشجویانی که در شعبه‌های تاجیکی تحصیل می‌گیرند امکانیت‌های وسیع آماده کرده شده است و آنها بی‌واسطه در نوبت اول به زبان مادری خود زبان تاجیکی تعلیم می‌گیرند که این در شعبه‌های زبان ازبکی و زبان ازبکی، در شعبه‌های زبان روسی و زبان روسی و در دیگر شعبه‌ها به زبان مادری خود تعلیم می‌گیرند. این از سیاست عاقلانه و خردمندانه سرور دولتمان محترم پرزیدنت شوکت میرزیویف است و ناگفته نماند که در کارهایی که امروز خصوصا برای طبع و نشر کتاب‌های درسی نه فقط در همکاری با استادان دانشمندان بیرونه بلکه در خود ما در دانشگاه دولتی سمرقند از جانب معلمان کاتدر زبان و ادبیات تاجیک و خصوص فیلولوژی تاجیک و زبان‌های شرق خارجه یک قطار دستورالعمل‌ها، وسایط‌های تعلیمی، کتاب‌های درسی نشر شده ایستاده است و این گواهی آن است که اساساً دانشجویان ما امروز عاید به کتاب‌های درسی، وسایط تعلیمی ما گفته می‌توانیم که پرره تامین شده. طوری که گفتیم در نزد دانشکده نوتشکیل بیش از 10 کاتدرا فعالیت داشته. کاتدر فیلولوژی تاجیک و زبان‌های شرق خارجه در این اثنا جایگاهی مناسب دارد. استادان برابر به شاگردان آموزاندن علم زبانشناسی اینچنین تلاش می‌ورزند تا با انتشار رساله‌های نادر علمی و تحقیقاتی به صحوه ناگشاد بخش سخنشناسی تاجیک روشنی بخشند. در کاتدرا الان 18 نفر پروفسوران و معلمان صاحب اختصاص و 1 نفر معلم صاحب تجربه از دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت دارند. در شتات‌های اساسی کاتدرا 17 نفر پروفسوران و استادان فعالیت میکنند و صلاحیت علمی این استادان 89 از 109% را تشکیل میکنند. اکثرا استادان کاتدرا درجه های معین علمی را صاحب هستند. بخش از آنها در دکتری فنهای فلسفه هستند و 3 نفر پروفسوران و دکترهای فنهای فیلولوژی قرار دارند. امروز ها در کاتدرای ما پروفسوران و معلمان قریب که از روی 40 فن تخصصی به دانشجویان تعلیم میدهند. دانشجویان ما از منطقه‌های مختلف ازبکستان هستند، از جمله از ولایت خودی سمرقند
بخارا، البته قشقدریا، سرخاندریا، اینچنین از ولایت نمنگان و فرغانه نیز دانشجویان هستند. بغیر از بخش بکالوریاتورا، شعبه ماگستراتورا در بخش لینگویستیک امسال عمل میکند. از این پیشتر در بخش‌های ادبیات شناسی و زبان شناسی، هم ادبیات شناسی هم لینگویستیک بخش‌های ماگستراتورا وجود داشت. اینچنین در کافدرا یک اختصاص دکترانتورا اوید به زبان و ادبیات خلق‌های آسیا و آفریقا وجود دارد که جوانان در اساس تحقیقات‌های علمی مختلف در موضوع‌های گوناگون کارهای علمی خودشان را روز به روز حمایت می‌کنند. برحق در شکل نو فعالیت پیش بردن کافدری نام برده برای هم استادان و هم دانش اندوزان در بسیار امکانیت‌ها را باز می‌کند. خصوصاً شاگردان کافدرا امروز در اتاق‌های برهوای درسی مشغولات‌های مهمی فنی را در بر می‌کنند. در راه پیش بردن کارهای علمی آنها مأموریت دانشکده تمام شرایط ضروری را فراهم آورده است. چند مدت است که ما فعالیت خود را همچون دانشکده زبان و خلق‌های آسیای مرکزی برده ایستاده ایم. برای ما باعث افتخار است که چنین شرایط‌ها فراهم آورده شده است، از جمله صنفخانه‌های برهوا و اینچنین تامین نمودن با کتاب‌های درسی برای ما یک افتخار بزرگ است و ما دانشجویان فاکولته فیلولوژیا برای فراهم آوردن چنین شرایط‌ها و استادان خود تشکر و منتداری خود را بیان نموده و وعده می‌دهیم که یعنی تحصیل‌های خود را با بهاهای خوب و اعلی به اتمام رسانده صاحب نامه کمال گردیم و اینچنین برای وطن خود یک فرزندان و شخصان پر افتخار شده به وای رسیم. آره، سالهای آخر دارالفنون سمرقند به یک نمونه برجسته در تطبیق اصلاحات‌های سایه معارف و علم تبدیل یافته است. با تشکیل چنین دانشکده‌های نو، ساختمان بناهای معاصر و وارد شدن بر رده‌بندی جهانی، آن امروز موقع خود را نه تنها در مقیاس ملی بلکه بین الخلقی نیز تحکیم بخشیده است. دانشگاه نه فقط مرکز علم و معرفت بلکه خانه امید و آرزو، تربیتگاه متخصصان ورزیده و جای پرورش انسانیت و اخلاق نیک است. بگذار پرچم دانش، معرفت و خیرات همیشه در فضای دانشگاه بلند و پرافشان باشد. از این فرصت استفاده برده به استادان عزیز و گرامی برای کار و سلامتی به دانشجویان در راه تحصیل علم موفقیت‌های بزرگ را و به کارمندان دانشگاه در راه زندگیشان کامیابی‌های نو را آرزومندم. بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خار گردد. البته اصلاحات‌هایی که این بارگاه علم در باب صاحب علم و دانش گردانیدن نسل جوان به سامان میرساند لایق تحسین و اعتراف است، چون اثبات آن را در دوام لوحه این لحظه اینه کوشش نمودیم بیان سازیم. ولی در این اثنا باز یک مسئله وجود دارد که به نتیجه آن بسیاری ها توجهی خاصه دارند، یعنی بعد تحصیل با کار دائمی تأمین شدن دستپروران مؤسسه های تحصیلات عالی چگونه صورت میگیرد؟ در عین حال دانشجویانی که فاکولته فیلولوژی تاجیک را ختم میکنند یا که شعبه فیلولوژی تاجیک را ختم میکنند اساساً در مکتب‌های تعلیمی همگانی فعالیت میکنند. لیکن این با این محدودیت دانشجویان ما محدود نیستند. در اجنت‌های ترجمانی نیز فعالیت دارند. چندین نفر ختم کنندگان ما خودی همین سال 3-4 نفر دانشجویان ما با اجنت‌های ترجمانی کارخانه‌های دولتی به کار تامین شدند. دیگر چیزها هست که جهت است که در تمام مطبوعاتی که به زبانشان تاجیکی است، در روزنامه آواز سمرقند، در روزنامه خاور، اینچنین در روزنامه‌های صحیفه‌هایشان تاجیکی بوده، دانشجویان ما بی‌واسطه به کار جلب کرده میشن. اینچنین در رادیو و تلویزیون برنامه‌های رادیویی تلویزیونی که دستورهای تاجیکی دارند، در آنجا نیز همچون ژورنالیست دانشجویان ما فعالیت میکنند. دیگر یک جهت هست ختم کنندگان دانشجویان ما بی‌واسطه در دانشگاه‌های
با نفوذترین دولتی ریسپوبلیک ازبکستان در بخش‌های ماجستراتور تحصیلی علمی خودشان را دوام می‌دهند و گمان می‌رود که در آینده استرکتور این چیزها باز هم وسیع‌تر می‌شود و دانشجویان در بخش‌های مختلف کار و فعالیت خواهند کرد. در دایره گسترش همکاری‌های بین‌الخلقی، دارالفنون سمرقند با بیش از 300 مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی، مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌الخلقی یکچند سازشنامه‌های همکاری به امضا رسانیده است و در دایره چنین توافقات استادان فاکولته فیلولوژی برای تکمیل اختصاص چند پیش به ایران سفر کردند. ما سالهای آخر 2 مرتبه در ایران سفر کردم. این سفر آخر در مشهد در یونیورسیته امام رضا در 2 هفته این دانشکده ما زبان فارسی را تکرارا یاد گرفتیم. از همکسبان ایرانی خیلی تجربه های خواندنی و نوشتن دستنویسی گرفتیم، متدی که درس دادگی گرفتیم و در شهرهای شمال ایران، مشهد، شهرهای نشاپور، شهرهای توس سفر کردم و مقبره های شاعران بزرگ ایران، عمر خیام، ابوالقاسم فردوسی زیارت کردیم و امام غزالی قبرش زیارت کردیم و استادی معنوی نوایی مؤلف آثار منطق الطیر فریدالدین عطار مقبرش زیارت کردیم و طبیعی ایران خیلی مدنیت بزرگ، خیلی مدنیت زنگین و مدنیت عمومی، مدنیت مشترک دارد و خصوصا شعبه فیلولوژی تاجیک، شعبه فیلولوژی ازبک، هر پروفسور، هر دانشیار رفتنش در کار. آره، این گونه دستورهای تعلیمی، فاخری و ملاقات‌ها بین عالمان ازبکستان و ایران برای رشد و رونق مملکت‌هایمان صحوه نوین باز می‌نمایند. زی این رو این اقدام نیک را باید ادامه داد. میدونید چی احساسی وطن رو، چی بودنی وطن رو انسان در مسافرت، در دوری از وطن باز هم خوبتر و بهتر احساس میکرده است. چون که به نزدیکی ما یک گروه استادان و پژوهشگران دانشگاه دولتی سمرقند که در سفر ایران بودیم، در تجربه آموزی بودیم، این چیز رو بیشتر احساس کردیم و ما از این خرسند بودیم که ازبکستان رو در ایران معرفی کردیم و بسیار می‌خواستیم که علاقه ها، رابطه ها بین دولت ها باز هم مستحکم گردد، باز هم قوی‌تر گردد، رفت و آمدها، ارتباطات بیشتر شود و البته همه این رفت و آمدهای ما با دیگر دولت ها این البته با شرافت استقلالیت جمهوری ازبکستان است و البته طوری که گفتم وقتی که دور از وطن بودیم ما وطن رو بیشتر احساس کردیم، وطن رو پزمان شدیم، چی بودنی وطن رو باری دیگر حس کردیم، درک کردیم و الهو با تنجی و آسودگی با استقلالیت وطن ما چشم نرسد. طوری که می‌بینید نتیجه های در مدت کوتاه به دست آورده جامعه دانشکده نوتشکیل زبان و فرهنگ خلقای آسیای مرکزی بد نیست. از این رو امیدواریم که آنها در من بعد نیز بحر آموزش و تدقیق زبان و ادبیات و فرهنگ و مدنیت مردم دوست و برادر همسایه کشورها تلاش می‌ورزند و به این وسیله به تحکیم احساسی سرنوشت و فرهنگ مشترک خلقهایمان سهمی ارزنده می‌گذارند.
جان سوزم در سینه مفروزم تنها منم آگاه آسوزی هر روزم تنها منم آگاه آسوزی هر روزم چشمی افسون کن ای چشمی افسون کن در بند جادویی هم چار و هم ناچار هم چار و هم ناچار از داغ حسرت ها عاشق و یودبا عالم سراپا شد پر شور و پر غوغا ای عشق روح افزا پیدا و ناپیدا ما هم گرفتاریم در قید این سودا ما هم گرفتاریم در قید این سودا ای درد جان سوزم در سینه مفروزم تنها منم آگاه آسوزی هر روزم تنها منم آگاه آسوزی هر روزم این چرخ چی گردان است دنیا پر ارمان است دنیا پر ارمان است عشقی ندامت ها بروی میجگان است بروی میجگان است از داغ حسرت ها عاشق و یودبا عالم سرا پر شد پر شور و پر غوا ای عشق روح افزا پیدا و ناپیدا ما هم گرفتاریم در قید این سودا ما هم گرفتاریم در قید این سودا ای درد جان سوزم در سینه مفروزم تنها منم آگاه آسوزی هر روزم تنها منم آگاه آسوزی هر روزم Oh